بود حالا در جایش من کلام شدم. او دیگر دومینش است، او دیگر سومینش. هموطنان عزیز، این سه برادر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هستم شهناز. نام من شهناز است. در چه دختری حال نام مرا عبدالله ماندن که حال بچه شدم. نام مرا عبدالله ماندن. من تقریبا 16 سال عمر دارم. لیسه بی بی عایشه 12 خلاص کردیم. فارغ نامه تاله نامده، ترخیص من تاله نامده. حالا من دو سال مکمل ما زیر تداوی دکتر بودیم. دکتر جمیله فضل سادات در مارکت کارتیرا معاینه خانه شخصی داره، در رابعه بلخی وظیفه داره. ما تقریبا 2 سال میشد که زیر تداوی از او بودیم. او به ما چیز نگفت، چیز رفشا نکرد. خواهر قلم قمی گفت که هورمونای مردانه تو بسیار قوی است. ما خاص به خاطر کلسیم ناخونای ما کم است، سفید است، کلسیم وجود ما کم است، به خاطر از این پیش دکتر مراجعه میکردیم که غم کلسیم ما خورده شود. خداوند خیر بده هر کسی که سرسایه روزه خود کشی کرد. ما پارسالم کمک که امسالم کمک که خب امسال که رفتیم دمی بسته ما روزه ما تقریبا می سر پیزنی ما بسیار درد میکرد. بسته ما روزه بسیار درد میکرد. من از نماز تهجدم شبانه میخواندم، نفلم میخواندم، تسبیح میکردم، قرآن شریفم ختم کردم، کل چیزها را ختم کردم و بسیار پیش خداوند زاری و زار حتی گریانم کردیم. گفتم که خدایا هر چیز که در خیر من است تو نموده کنی. دیگه خداوند مهربان شد سر ما. وقتی که پیش دکتر مراجعه کردیم پیسه از ما 10,500 روپیه در معاینات ما از می گلون تا وزیر کل معاینات ما شخصی کرد. در چین دولتی نکرد. کل 10,500 روپیه را وقتی که حاضر با آماده شد که 90% تو بچه هستی 10% دختر، تو باید که یک اپریشن شوی. ما دکتر گفتیم که ما دیگه واسه نداریم، تقریبا 10,000 روپیه دیگه میره، ما واسه از این نداریم. تو ضعیفم هستی، چند تا سیرونم کار داری که 2,500 3,000 بیازوز. باز خدا خیر بده یکم شیره را او جرأت مردانگی خدا نشان داد. گفت من هر چقدر یک سر از این جوان مصرف میشه ما حاضر آماده هستم که به کمک کنم. تقریبا 7,500 روپیه از او زنم رفت و ما کمک کرد. باز که عملیات کرد 10 بجه شب بود که عملیات کرد. گفت بیا که نام تو چیز؟ گفتم شهناز. گفت برای نام تا که هر چیز میمونی در قارب دوستا ببانه سر تو اینه به بچه تبدیل شدی، حال مکمل مرد شدی. الرحمن الرحیم. من نام حاجی محمد هاشم است، ولد شمسلق. اوی ناسه ما میشه. این بیچاره در وقت تقریبا 1-2 سال میشه که این مرض کلشم مجبور بود و تکلیف داشت و پدرشم سرگردان بود نبود. از او گفتر شدگی باز در خیلی جاها ما رفتم مرضی معایناتاش کردیم. خب چیز که احتیاجی مجبوری بود، از دواس خودم هم چیز نبود، از دواس از یام چیز نبود. ما در این کوشش کردیم که چند جای دیگه ما عملیاتش معایناتاش کردیم. بعد از اون آخری وقت در این تیم که رسی خداوند تعالی مهربان سر از یام شو. پروردگار عالم مردم خدا خیر بده. 1-4 روپیه در دستش برابر شد. گفت بابای بیا که بریم میریم اینجا شفاخانه. گفتم برو بچم که بریم. بردیمش اونجا در شفاخانه رابعه بلخی بردیمش. از اونجا باز ما رفتیم در دیگه شاد شمشیره ولی رفتیم و از اونجا باز اون دیوانان رفتیم. باز ما را گفت که در ساعت 4 بجه ما ایره بستر میکنیم. از بسترشان باز در خاطر آمدیم که برای صحیح 4 بجه بستر. در ساعت 12:30 بجه در شفاخانه که ما آمدیم در رابعه بلخی. باز دکتر صاحب جمیله گفت که پس ما در بیرو بودم. دختره که ما کتیازی در داخل شفاخانه بود. در شفاخانه که باز ما رفتیم دیدیم که دختره که ما برام گفت پدر گفت ما گفت دکتر میگه که برای که پدرت مشوره که کی عملیات میشه بکنم یا نکنم. ما گفتم بچم که کدام مشکل داره. دکتر میفهمه که همین مرض ازی تکلیفه ازی رفع شد عملیات کو. خیر شست خود ما میمونم. پدرش نیست نه ما پدرش. دیگه ما همونجا که رفتن داخل شدن تا ساعت 1-1:30 بجه را ایره عملیات کردن. دختره که ما پس برای ما خوشخبری داد. با پدر گفتم ما گفت این رقم واقع شد. گفتم از این که افتخار خوب، از این که خوشحالی خوب، اساس خوب در کجاست؟ یک نعمت پروردگار عالم است که خداوند تعالی به ما
مهربانی که اینو به ما داده او تا اندازه سر ما که باشه ما در مقابلش خدا حاضر است که اقتصادی میه سر هر انسان میه گاهی جاتر گاهی کم و دیگه خو این از خاطر از اینی میگه تا این وقت ایمانده و الله تعالی من میخوایم که درس بخونم و در لیسه بی بی های شمع درس خواندیم صرف 12 که لیسه زنانه که دخترها خواندیم حالا میخوایم لیسه و بچگانه شوه و میخوایم دکتری بخونم تا در سند 18 سالگی برسم باز میخوایم یک خانواده خوب تشکیل بدم حاضر آماده هستم که اگر درخواست بدن 3 تا درخواستم داده از مدرسه دارالحفاظ یک تایش از مکتب است میگه ما به عوض کامرای تو رسی میکنیم دنبال من سن قانونی خود برسم در سن 18 سالگی خود باز من انشالله یک خانواده خوب